امروز چهارشنبه 6 نوامبر است و حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز. شبیخونی پیروان به نام دولت اسلامی به یک دیدبانگاه مرزی تاجیکستان 17 کشته بر جای گذاشت. مقامات تدبیرهای امنیتی را شدید کردند. این آخرین نقطه بود که ما توانستیم با آن حاضر شویم و از این بعد ما اجازه ورود نداریم، چون مقامات گفتن خبرنگاران فعلا اجازه ندارند به مکان حادثه نزدیک شوند. حمله به مرز جشن را خللدار نکرد. ساکنان در تاجیکستان 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیا را جشن گرفتند. کارگردان رومی شاعظیموف که از روی اثری نویسنده تیمور زولفیقاروف در تاجیکستان فیلم آفریده است، نوارگیری فیلم خواب میمون را به یاد می‌آورد. قهرمان فیلم من می‌خواهد صاحب 50,000 شود، زیرا به همسایه خود که در لاتاری این مبلغ را برد کرده است حسد می‌برد. سرریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان صبح امروز خبر داد که بر اثر حمله یک گروه مسلح نقاب پوش به دیدبانگاه مرزی شماره 4 اشقابات، یک مرزبان تاجیک و یک کارمند وزارت امور داخلی تاجیکستان به هلاکت رسیدند. این قسم مرزبانی در سرحد تاجیکستان و ازبکستان در حدود ناحیه رودکی جایگیر است. در نتیجه عملیات نظامیان تاجیک 15 نفر حمله‌وران نابود و 5 تن دیگر دستگیر شدند. چند ساعت قبل مقامات اعلان کردند که حمله‌وران پیروان به نام دولت اسلامی هستند و از ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز افغانستان به خاک تاجیکستان گذشتند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی. حمله به دیدبانگاه اشقابات قسم نظامی سلطان آباد ساعت 3:30 شب 6 نوامبر رخ داد. در این حمله به گفته مقامات 17 نفر از جمله یک کارمند قشون‌های سرحدی، یک کارمند وزارت امور داخلی و 15 نفر از افراد هجوم کننده به هلاکت رسیدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید در ساعت 3:30 شب حدود 20 نفر از به قسم نظامی سلطان آباد انیقترش به دیدبانگاه اشقابات این قسم نظامی حمله برده 5 یراق را تصرف کردند. در نتیجه عملیات جوابی مقامات 15 نفر از افراد هجوم کننده به هلاکت رسیده، 4 نفر آنها به سمت دهه احسانبای فرار کردند. مقامات میگویند آنها را بازداشت نمودند. دیدبانگاه اشقابات قسم نظامی سلطان آباد در مرز تاجیکستان و ازبکستان 50 کیلومتر دورتر از اینجا قرار دارد. اینجا آخرین نقطه بود که ما توانستیم با آنجا حاضر شویم، چون از این به بعد کارمندان مقامات قدرتی به ما اجازه ندادند را همان را ادامه داده به جای حادثه نزدیک شویم. کارمندان نهادهای قدرتی تاجیکستان در درآمدگاه جماعتی دهات لاهور ناحیه رودکی دیدبانگاه گذاشته. همه اشخاصی را که به آنجا وارد میشوند پر تفتیش میکنند و بعد تفتیش اسناد و ماشین هایشان به آنها اجازه ادامه راه میدن. اینجا راه دوشنبه باختر است و در سر این راه کمی دورتر از ما ماشین های نظامی و حتی تانک ها گذاشته شدند. مقامات فعلا اطلاع بیشتری درباره این حادثه ندادند و بجز اطلاعی که مقامات نشر کردند فعلا امکان دسترسی اطلاع الटरनेटिوی وجود ندارد. مقامات تاجیکستان بعد از 9 ساعت حمله اعلان کردند که این کار دستی پیروان گروه تندروی دولت اسلامی بوده است. به اطلاع دفتر مطبوعات نیروهای مرزبانی تاجیکستان، پیروان گروه تندروی دولت اسلامی شب 3 نوامبر از ولسوالی قلعه زال ولایت کندوز افغانستان به حدود ناحیه قبادان تاجیکستان وارد شده، دیدبانگاه اشقابات را برای خود مکان مناسب انتخاب کرده به زد و خورد مسلحانه شروع کردند. معین شدن آن که این کار دست پیروان گروه تندروی دولت اسلامی بوده است در پی پرسش های پیشکی بازداشت شده ها اعلان شده است و گروه تندروی دولت اسلامی تا حال در این باره اطلاعیه پخش نکرده است. مولا رجب یوسفی بود که از ناحیه رودکی در مورد شبیخونی پیروان داعش به یک دیدبانگاه مرزی تاجیکستان با ازبکستان گزارش میداد. عین زمان گروه مفتشان در تاجیکستان مشغول تفتیش این حادثه هستند و بسیاری از جزئیات هنوز معلوم نیست. ارکادی دوبنوف، تحلیلگر امور سیاسی منطقه آسیای میانه در شهر مسکو، در رابطه با این حادثه در صحیفه‌اش در فیسبوک یادآور شده است که هفته قبل نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه، با مقامات تاجیکستان تهدید و خطرها به امنیت را بررسی کرد و اکنون خطرها ظهور نمودند. شهروندان تاجیکستان از جمله ساکنان شهر دوشنبه روزی قبل کنستیتوسیا را تجلیل کردند. حالا هوای پایتخت امروز ایدانه بود و آثاری از تشویش شبیخونی شب 6 نوامبر در مرز احساس نمیشد. همکارم طاهری سفر در مورد جشن روز کنستیتوسیا در تاجیکستان تفصیلات میدهد.
پرزیدنت امامعلی رحمان که این زمان در اروپا است قبل از سفر در یک سخنرانی در همایش وابسته به این جشن گفت کنستیتوسیون تاجیکستان سال 1994 با جانبداری بیشتر از 87% مردم قبول شد و افزود که رأی مردم به طرفداری دولت دموکراتی و دنیوی بود. ولی بعضی از ساکنان میگویند اجرا نشدن چند بند مهم قانونی اساسی است، از جمله تقسیم شاخه‌های قدرت، مستقلی دادگاه‌ها و حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان، حجت اساسی کشور را در چشم مردم تا جای کم اهمیت کرده است. کنستیتوسیون تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 قبول شد و تا این دم 3 دفعه آن را اصلاح کردند. هر یک دولت حقوق بنیاد دنیوی دموکراتی وقتی که صاحب استقلال است باید که قانون اساسی خود یعنی که کنستیتوسیون را داشته باشد. اما از آن افتخار میکنیم که همچون یک دولت صاحب استقلال کنستیتوسیون خود را داریم. بر اساس تغییرات سال 1999 پارلمان دو پلاته‌ای تشکیل شد و به فعالیت حزب‌های سیاسی دینی اجازه داد. در تغییرات سال 2003 مهلت پرزیدنتی را از 2 دوره 5 ساله به دوره 7 ساله رساندند. در تغییرات سال 2016 تأسیس و فعالیت حزب‌های سیاسی دینی منع شد. رئیس جمهور کنونی حقی به طور نامحدود شرکت کردن در انتخابات‌ها را به دست آورد و سن نامزد به رئیس جمهور از 35 تا 30 سالگی پایین آورده شد. این تغییرات بارها از طرف مخالفان و سازمان‌های حامی حقوق تنقید شده است. منتقدان آن را سوء استفاده از قانون و باور و تحمل مردم و غیر دموکراتی دانستند. خود مقامات میگویند آن با هدف حمایت بیشتر مردم و حفظ ثبات صورت گرفته است. روز چهارشنبه نیروهای امنیتی عراق در مرکز شهر بغداد از سلاح آتشفشان به هوا تیر گشوده جمع آمدگان را پراکنده کردند. شاهدان این حادثه به خبرنگار رویترز گفتند که ظاهراً کسی از تیرپرانی جراحت نبرداشته است. اعتراضگران روز سه‌شنبه کوپروکی شهاده را در مرکز پایتخت عراق اشغال نمودند. دیروز نیروهای امنیتی در مقابل جمع آمدگان از سلاح استفاده بردند. عموماً در دوام 24 ساعت گذشته در عراق کمش 13 اعتراضگر به هلاکت رسیدند. روز 6 نوامبر سفارت ایالات متحده آمریکا در عراق استفاده سلاح بر ضد اعتراضگران آسایشته را محکوم کرده به حکومت این کشور پیشنهاد کرد که فوراً با اعتراضگران مذاکره کند. بینندگان ارجمند، اگر شما خبر و یا نوار نادره دارید و میخواهید آن را دیگران هم ببینند و یا بخوانند با ما تماس گیرید. تلفن ما برای تماس چنین است: +424 724 05 66 81. خبر و عکس و نوارها را توسط شبکه‌های ایما، وایبر و واتساپ به ما فرستید. خاطر نشان میکنم که این رقم تنها برای ارسال خبر و نوارهاست و جزئیات را در صورت ضرورت ما از شما پرسان میشویم. به صحرای پل آفتابرویه به شکار برآمدند و در زندان قرقیزستان افتادند. 2 ساکنی ناحیه اسفره تاجیکستان که مرزبانان قرقیز آنها را در عبور غیرقانونی مرز عیبدار کرده بازداشت کرده بودند، با پرداخت 74,000 سامانی جریمه آزاد شدند. دادگاه بادکند قرقیزستان آنها را چنین جریمه بست. ساکنان میگویند در زمین‌های متعلق به تاجیکستان قرار داشتند و مرزبانان قرقیز آنها را غیرقانونی بازداشت نمودند. کیومرث عطا موضوع را ادامه می‌دهد. 2 ساکنی جماعت واروخ ناحیه اسفره که 3 هفته پیش از طرف مرزبانان قرقیزستان بازداشت شده بودند، بعد از پرداخت جریمه به تاجیکستان برگشتند. مرافعه دادگاهی آنها روز 5 نوامبر برگزار شد. نور محمد کریموف، یکی از نزدیکان بازداشت شده ها، به رادیوی آزادی گفت که دادگاه ولایت بادکن با اسجان بابا حسن و دلشاد کریموف را به عبور غیرقانونی مرز گناهکار دانست و هر دو را 74,000 سامانی برابر به بیش از $7,000 جریمه بست. نور محمد کریموف میگوید این 2 ساکنی جماعت واروخ پس از پرداخت جریمه آزاد کرده شدند. 2 ساکنی جماعت واروخ را شام 14 اکتبر هنگام شکار در موضع پل آفتابرویه سرحدبانان قرقیزستان بازداشت کرده و به بادکند برده بودند. نزدیکان 2 شهروند بازداشت شده تاجیکستان میگویند بابا حسن و کریموف در چراگاهی متعلق به تاجیکستان بازداشت شده بودند، ولی این ادعا را مقامات قرقیزستان رد میکنند. مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون بیش از 500 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. در منطقه های نامعین و بحث برانگیز بارها بین ساکنان 2 کشور جنجال و زنازانی صورت گرفته و به خونریزی کشیده است. بازداشت شهروندان 2 طرف هم در مناطق صورت میگیرد که بحث برانگیزند و هر 2 کشور آنها را قلمرو خود میشمارند.
نه بوسو کنار و نه بدن اوریان زن. برخلاف عقیده رایج که فیلم های معاصر بدون صحنه های اوریان تماشابین نمی‌یابد، رومی شوعظیموف کارگردان جوان تاجیک میگوید در فیلم هایش صحنه های اوریان و قرابت جنسی زن و مرد را جای نمیدهد. انتخابش ژانر افسانه است تا دست دراز سنزور سناریوهای فیلم های او را قیچی نزند. فیلمی خواب میمون آفریدای او جایزه های زیاد گرفت و حالا او تصمیم دارد از روی اثر تیمور زولفیقاروف نویسنده روس زبان تاجیکستان فیلمی نو آفرد. همکارانم اسکندر فیروز و امردین آلیموف با این کارگردان در شهر دوشنبه واخوردند و از نقشه های نوی ایجادی او میگویند. هر یک انتخاب ما پیامدهای دارد. این فلسفه فیلمی خواب میمون است. فیلم درباره شخص حکایت میکند که یک پوچه را صاحب می شود که 5 خواسته او را اجرا میکند، اما به شرطی که بر عوضش چیزی را به خود میگیرد. رومی شوعظیموف کارگردان فیلم تنها برای نخستین فیلم آفریده‌اش در خارج کشور صاحب 5 جایزه شده است. Герой загадывает желание, что он захотел 50 тысяч. Он завидует. قهرمان فیلم من میخواهد صاحب 50,000 شود، زیرا به همسایه خود که در لاتاری این مبلغ را برد کرده است حسد میبرد. یک شب به نزدش ماموران میلیسا آمده او را با خود میبرند و خبر میدهند که پسرش فوتیده است. بعد از تشریف به سردخانه به منزلش برمیگردد و وکیل دفاع را میبیند. این ادوکات میگوید که دختر نفری مرا کیرا کرده در فوت پسر شما عیبدار نیست و او خود عیبدار است که فوتیده است، اما پدر دختر با این وجود آماده است برایتان 50,000 بدهد. Но при всем этом мой клиент готов вам дать 50 тысяч. فیلم در ژانر افسانوی تهیه شده است و کارگردان میگوید بیننده آمریکایی و اروپایی هم میتواند در این فیلم قصه زندگی خود را بیند. Нет конкретной. Для меня важно показывать героев не برای مهم نیست که قهرمان در کدام کشور زندگی میکند. این فیلم را میتوان در افغانستان و ازبکستان تماشا کرد و این موضوع برای همه خلقها داغ است. برای همین من ژانر افسانوی را انتخاب میکنم. жанр мистической сказки. رومی بعد ختم دانشکده کارگردانی مسکو به تهیه فیلم ها در کینوستودیوی تاجیک فیلم شروع کرد. میگوید تنها در ژانر افسانوی فیلم تهیه میکند تا شروع بدیعی نتواند به نمایشنامه‌هایش تغییرات وارد سازد. من برای خود معیار گذاشتم که فیلمی مرا میتوانند نورسان هم تماشا کنند. من در فیلم های خود هرگز سینه اوریان زن و فحشا را نمایش نمیدهم. برای مهم است که آیا فرزند من میتواند این فیلم را تماشا کند؟ اولی سال آینده فیلم دومی تهیه کرده رومی بر پایه آثار تیمور زولفیقاروف نویسنده روس زبان تاجیک دسترسی تماشابین می شود. نام فیلم خیال پرست مضافاتی است و فاجعه و مسحکه را در بر می گیرد. درباره آن قصه می شود که پدر می خواهد دخترش را به شوهر بدهد و خواستگاران به منزلش می آیند. در میان خواستگاران تاجران و بانکدارها و آوازخوانها هستند. تماشابین هر یکی از آنها را می شناسد. رومی شوعظیموف هدف دارد فیلم سوم هنری خود را روی نوار بیارد. میگوید هرچند کشورهای خارج او را به کار دعوت کردند ولی میخواهد در تاجیکستان بماند. تقریبا 70 زاده تاجیکستان که در زندان دهه ساسنوفکای مرداوی روسیه ادای جزا میکنند در پی به گفته آنها مناسبت بیرحمانه زندانبانان گروسنه‌نشینی اعلان کردند. به قول خویشاوندان زندانیان بعد رهبر محبس تعیین شدن سرگئی سرگوشکین شرایط نگهداری آنها بدتر شده است. در 5 ماه اخیر بار دوم است که محبوسان تاجیک در زندانهای روسیه گروسنه‌نشینی اعلان میکنند. ماه ایون امسال حدود 60 زندانی دست به گروسنه‌نشینی زده بودند. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان برنامه امروز. تشکر از شما که تا این دم با ما بودید. سامانه رادیو آزادی www.azadi.org در خدمت شماست. صبح فردا شما را در نوید بامدادی منتظریم. تا آن دم خداحافظ.